بار رو سید الشهداء صلوات قطع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرة الله و ابن خیره، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة النساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن سارم و الوصل الموتور، السلام علیک و علی الارواح التي علت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرذیة و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. فلعن الله امة اسس اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، ولعن الله امة دفعتكم عن مقامكم و رضالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله امة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت على الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتلقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، أسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني سلب صارم مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيا بالحسين عليهم السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله إليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن ظلمكم وحرب لمن حاربكم وعدو لمن عاداكم. أسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة في الإسلام في جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكباد اللئيم ابن اللئيم على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم من اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم مبالاة لنبيك وآل نبيك علي وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم على العصابة التي جاهدت الحسين شايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لهم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام و دادی برا پدر مادرت. حالا سلام زیارت عاشورا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني. لذیا هر کی مقدوره بلند شه رو به رو حرم ارباب سلام بدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد و علی. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدأ بي أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان ومن ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان لا يوم القيامة. انگشت سبابت رو پیشونید بذار. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابم الحمد لله على عظيم الرضية. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا ما جمدون الحسين عليهم السلام. آمین یا رب العالمین. خوشنودی قلب نازنین امام زمان تا آقا محمد رضا میخونه صلوات ختم کنیم بشینیم. بفرمایید. همونجا اللهم صل على محمد و آل محمد. شب عرفه شب شهادت حضرت مسلم معقی من یوسف اومد تو ذهنم. فردا روزی حضرت مسلم معقی و ادای مهم برد میدونم پایین به شهادت میرسه. من یه مرد دیگه هم میشناسم از بلندی افتاد پایین
اما دستاش نبسته بود، دستاش بریده بودن. مظلوم‌ترین شهید کربلا شاید از ما باشه مظلوم‌تر آقا ابوالفضله. میرم برسی الان بهتون میرم برسی تو آقای ما باشه که دوری قدردان هستاد که درستی و نشه رو بگیرم، اما آقا ابوالفضل از بلندی که افتاد رحمت خدا به این آقا ابوالفضل از بلندی که افتاد دست بدن نداشت. شما تا خاک بره تو کشم رو چطور میکنی؟ اولین کاری که میکنی اینه خاک بره تو کشم اینه. آقا ابوالفضل دیگه چی شما رفت تو کشماش دست بدن نداشت، از بلندی افتاد دست بدن نداشت با روی زمین. همه دستایاتو بیارین بالا، دستایاتو بیارین بالا. وای ما باشه حرفی ما رو آمادی کربلا اولین نمونه بده آقا هرشو به دار دلشی را بدن باشه بگو حسین. آقا فضیان این قابل جان یا ابا عبدالله ای کشتی نجات یا ابا عبدالله لعنت به جماعتی که لعنت کردن از آب فرات یا ابا عبدالله. شب عرفه رفع اومد خدمت امام صادق. آقا عرفه خوابم برد نرسیدم به دعای عرفه، رفتم کربلا. امام صادق با خوش به حاله، گفت آخه صحرای عرفات نبودم. گفت رفعه اگه بگم کربلا اون شب عرفه چه فیوزاتی داره کسی مکه دیگه نمیاد. افضل اعمال امشب عرفه زیارت سید الشهدا. آخه امشب شب جمعه است، حضرت مهمان ویژه داره. یه خانوم قد خمیده دست به کمر گرفته، هی میگه بغیره قتلو که عطشانا زبهو که آریانا. حسین جان قریب گیرا بردنه حسین. ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم. سینه زن زینب کبراست. ابا عبدالله قبر خودتو بدون، ظاهر کرب و بلا حق شفاعت دارن. امام صادق میگه ظاهر کرب و بلا حق شفاعت دارد. قبضه در پیش تو دریاست. ابا عبدالله مستجاب است دعا گوشه شش گوشه تو، حرمت عرش معلاست. ابا مادرت گفت بنیت دل ما ریخ به هم. مادرت گفت بنیت دل ما ریخ به هم. بردن نام تو قوقاست. ابا عبدالله هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت، او نظر کرده زهرا. همه رو گفتن برای یه بهت نداد نمی بیفته. یا ابا عبدالله شب جمعه دیگه مادرشم تو حرمه. مادرت گوشه گودال تماشا میکنه.
مادرت گوشه گفتار تماشا میکرد بر سر نعش تو دعوا ابا عبدالله حسین حسن دادم امشب یک خودی به مادرش نشون بده یک کسی که یه نفر رو از دست داده در مسجد رئیسه اول میریم به اون تسلیت بگید خدا رحمتش کنه صاحب ازش شاد میشه میگه چقدر برای پدرم چقدر برای بچم چقدر برای دخترم اومده امشبم بیبی دو عالم دم در ایستاده ببینه کی برای بچهاش میان گریه میکنه آخه صاحب ازای امشب یه مادر پهلو شکسته بمیرم برا امشبم عرفم از فردا چی شبی ابی عبدالله رکت میکنه به سمت کربلا یا ابا عبدالله سخن کوتاه کنم میدونی کجا نشستیم نوشتن قد اینجا زینب با صورت رو زمین افتاد هی صدا زد بنیه مهلا مهلا یبن الزهرا همینجا بود جلو زینب سر حسین رو بریده همینجا بود جلو زینب حسین دست و پا همینجا بود سر علی اصغر رو بریدن همینجا بود علی اکبر آرمن اربا کردن همینجا بود دست زینب و بستن بردن اسارت حسین همه جا کربلا همه جا نینوا همه جا کربلا همه جا نینوا تو حسین منی نور عین منی تو حسین منی نور عین منی سیدی یا حسین سیدی یا حسین سیدی یا حسین سیدی یا حسین من که شرمنده ام ای حبیب خدا من که شرمنده ام ای حبیب خدا چند بزن بوسه بر دست از تن جدا چند بزن بوسه بر دست از تن جدا سیدی یا حسین سیدی یا صدا تو خشم سیدی یا حسین سیدی یا حسین ای برادر بیا ببرم الغمه ای برادر بیا ببرم الغمه تا ببینی رخه مادرت فاطمه تا ببینی رخه مادرت فاطمه سیدی یا حسین سیدی یا حسین سیدی یا حسین سیدی یا حسین همه جا کربلا همه جا کربلا همه جا نینوا همه جا نینوا تو حسین منی نور عین منی تو حسین منی نور عین منی سیدی یا حسین این دستات بگیر بالا سیدی یا حسین سیدی یا حسین بار حسین بار حسین عليك من دفن و اهل القرى سلام به آقایی که داتیا دفنت کردن اونایی که سرزمین عرفات هست خیلی دوست دارن بیان کربلا خیلی دوست دارن شب جمعه کربلا باشه شما هم کربلایی هم شب جمعه کربلایی هم شب عرفه کربلایی
حالا یه چیز میگم، خدا کنه متوجه شی، صدات هم در بیاد، داد بزنی برای اون آقایی که دست زن و بچه‌شو گرفت داره میاد کربلا. واسه اون آقایی که عرفات سکسک جوارحش تو دای عرفه، نموخی و نایی، چشم گوش همه داره شهادت میده. سید الشهدا داره میگه آروم آروم داره قافله میاد سمت کربلا. این شبا تو تهران شبا مسلمیت، شهادت امام باقر، امشب هم شب جمعه است. ما 2-3 خط از مسلم بخونیم. گفت یا ابا عبدالله بیا کوفه، حسین جان بیا کوفه ولی نیاور اسقرت را. بیا کوفه ولی نیاور اسقرت را. حسین من بیا کوفه ولی نیاور دخترت را. حسین جان از برای اکبر 2 تا کفر بردار. حسین جان از برای اکبر 2 تا کفر بردار. اینجا صحبتت اردن ارباشو. آروم آروم میگم دل بدید شب جمعه است. گفت میزدم دست روی دست شکاری کردم، کاشکی دستم میشکست نامه نبی نوشتم بیا یا ابا عبدالله. میزدم دست روی دست شکاری کردم، چجوری به شبم روبرو با مادر تو. آیون خانوما این قافله داره از سرزمین عرفات میاد برا کربلا. خوش به حال اونایی که عرفات کربلان، کنار حرم سید الشهدا زیر آسمون. اما ارباب من و شما 3 روز بدنش روی این زمین. مادر صدا میزد غریب مادر، حسین عزیز مادر. حسین شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله، شب عرفه سرزمین عرفات. الان خانم دکتر داره اونجا میبینه، داغوی همتونه. ایشالله روزیتون بشه برید عرفات. اونجا همه دنباله یه صاحبی میگردن، میگن آقامون امام زمان اینجا سرزمین عرفات. میگن اونجا اومده داره ما رو دعا میکنه. امشب یه حرفی به خانم دکتر میگیم، زنده داره ما رو میبینه. تو را خدا اگه عرفاتی تو سرزمین عرفات خیلی یاد ما کن. همه این نوکرای موکب بیت الزهرا، همه این خادمای حضرت زهرا، همه این کنیزا حضرت زهرا رو دعا کن. تو رو خدا خیلی ها مکه و مدینه نرفتن، اونایی که نرفتن دستشونو بالا بگیرن. ببین خواهر من خیلی ها ندیدن مکه و مدینه رو. خیلی ها ایشالله سال بعد همین شب عرفات باشن. امام زمان امشب برا امام زمانم بخونیم. بر دیده امام جلا بده مهدی جان، بر سینه ما صفا بده مهدی جان، بر دیده ما جلا بده مهدی جان. آقا کدوم گوشه کربلا ایستادی؟ بر سینه ما صفا بده مهدی جان. حرف بعدی حرف همه شماست. دور سر خود بگردان چیزی. آقا آن را صدقه به ما بده مهدی جان یا صاحب الزمان. امام زمان
یه نگاهی به این ظاهرات بکن. امشب اومدن زیارت جد غریب حسین، شب جمعه مادرش کربلاست. حاج ابوالفضل گفت یه خواهری بالایی ایستاده بود، هی گفت یه قصرگاه رو نگاه میکرد، گفت کاری از دستم بر نمی اومد، هی دستشو رو سرش گذاشته بود میگفت با محمدا با علیا با حسینا، هر کجا نشستی دست تو بالا بگیر، بذار دستا خالیمون ابی عبدالله ببینه. گره به کارت مریض داری، حاجت داری، هر گرهی داری امشب شب عرفه است. کنار حرم سید و شهدا به آقا بگو آقا این درد منه، امشب نکنه دست خالی برم. خیلی هم امشب شب آخرشونه کربلاستا، امشب داری میری هفته بعد میگی شب جمعه کربلا بودم، دست تو بالا بگی از سویدای دلت بلند بگو یا حسین. صلی الله علیک یا عبدالله، صلی الله علیک آقایون تلفیده، صلی الله علیک به صلی الله علیک یا عبدالله. بگو آماده شی صلی الله علیک، معلوم نیست زنده باشی دوباره بگی حسین او علیک یا عبدالله. بگو صلی الله علیک یا عبدالله، بگو صلی الله علیک یا عبدالله، صلی الله علیک یا عبدالله. بگو آماده شی صلی الله علیک یا عبدالله، صلی الله علیک یا عبدالله. بگو صلی الله علیک یا عبدالله. شب جمعه صلی الله علیک یا عبدالله. آب دریا محروم بین روزه میگم آروم، صلی الله علیک یا مظلوم، صلی الله علیک یا مظلوم. ای از آب دریا محروم بین روزه میگم آروم، صلی الله علیک یا مظلوم. خسته نشی صلی الله علیک یا مظلوم. رو به گنبد رو به ایوون، رو به گنبد رو به ایوون، میگم با چشمانی گریون، صلی الله علیک یا مظلوم، صلی الله علیک. حالا شما صلی الله علیک یا مظلوم، همه بگن صلی الله علیک، ماشاءالله صلی الله علیک. آماده شو تو قیامت که همه گریونن، گریه کن های حسین خندونن. تو قیامت که همه گریونن، گریه کن های حسین خندونن. روزی که خونه بدوشن مردم، کربلا رفته ها صاحب خونن، کربلا رفته ها صاحب. یه بار دیگه تو قیامت که همه گریونن، گریه کن های حسین خندونن. روزی که خونه بدوشن مردم، کربلا رفته ها صاحب خونن، کربلا رفته ها صاحب. باش میدونم من که نمک نشناسم، ولی باز رو نوکریم حساسم. میدونم من که نمک نشناسم،
ولی باز رو نوکریم حساسم، اگه شغلمو بپرسن میگم غلام خونگی عباسم، غلام خونگی عباسم. بگو صلی الله علیک یا خسته نشو، صلی الله علیک یا صلی الله علیک یا صلی الله علیک فقط سینه بزن. خبر داری دلم چه بیقراره، روز و شبا رو پشت سر میذاره. خبر داری دلم چه بیقراره، روز و شبا رو پشت سر میذاره. داره میاد محرمت حسین جون، فرصت نوکری بده دوباره. با تو قرار گذاشتن، پیرهن مشکیمو کنار گذاشتن. با تو قرار گذاشتن، پیرهن مشکیمو کنار گذاشتن. من که تو کل زندگیم کسی رو مثل تو دوست نداشته. از الان داره کم کم میرسه بوی ماتم. از سلام و علا ساکن کربلا، از سلام ای محرم، از سلام و علا ساکن کربلا، از سلام ای محرم. سینه میزنی مادر من اسم تو را همیشه به جای لالایی میگفت تو گوشم. مادر من اسم تو را همیشه به جای لالایی میگفت تو گوشم. قبل محرم پیرن سیاما تو حرم امام رضا میپوشم. یه بغضیه تو سینه، یه ساله که به فکر اربعینم. یه بغضیه تو سینم، یه ساله که به فکر اربعینم. آقا من خودم رو بین زائرا دوباره، خودم رو بین زائرا دوباره تو موکبا میبینه. روز راه نجاته، خونمون کربلاته. من غلامم حسین، هر سلامم حسین، رو به گنبد طلاته. من غلامم حسین، هر سلامم حسین، رو به گنبد طلاته. آماده ای؟ مسیر زندگیمونو عوض کرد، روزه و خیمه ها و پرچم تو. یا عبدالله مسیر زندگیمونو عوض کرد، روزه و خیمه ها و پرچم تو. عمری بده که زنده باشم آقا، تا شب اول محرم تو. تو رو به جون سقا ازم نگیر اشک چشام آقا. تو رو به جون سقا ازم نگیر اشک چشام آقا. نوکرتون اسم هیئت ما، موکب بیت زهرا.
نوکرتی با اسم هیئت ما موکب بیت و زهرا از همه خستم آقا دل به تو بستم آقا آبرو داری کن باز برام کاری کن خالی دستم آقا آبرو داری کن باز برام کاری کن خالی دستم آقا خالی دستم آقا تو میدونی که مشکل نوکرت گناهه با روزاد مشکل رو حل کن چند بار تا حالا ذریح تو بغل گرفتم یه بار تو هم منو بغل کن یه بار تو هم منو بغل کن خسته نشیا خوب میدونی که مشکل نوکرت گناهه با روزات مشکل رو حل کن چند بار تا حالا ذریح تو بغل گرفتم یه بار تو هم منو بغل کن یه بار تو هم منو بغل کن میدونی عاقبت تو به خیره شاهدم هم زهیره میدونی درد و غم تو زیاده شاهدم هم جناده شاهدم هم جناده آرزومه منم روی زانود بگم عوافی تو چشامو ببندم تو بخندی یا از لب خندو نه تو به غمای گذشته بخندم حسین جان حسین جان بگو حسین جان حسین جان زود ختم ابرفر السلام علیک ایها العبد الصالح والمطیع لله عهد و پیمان بستی با حسین تو این راه نداره تو عالم مثاله ابوالفضل نداره تو عالم مثاله بگو ابوالفضل نداره تو عالم مثاله بلند نداره تو عالم مثاله شیر مادر باشه حلاله هماد نامه رو پاره کردی دور سر زینب میگردی و جانم 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 ابوالفضل جانم 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 دست تو بالا بگیر ابوالفضل بذار بی دست کربلا ببینه دستامونو بگیره جانم 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 ابوالفضل جانم 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 ابوالفضل این دستا رو بالا بگیر دستاتو پرچم کن رو به رو امام سید و شهدای پرچم ها رو تکون بده بلند بگو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا بلند بگو لبیک یا صاحب الزمان لبیک یا صاحب الزمان لبیک یا صاحب الزمان بگو چون دعوا سر این اسم لبیک یا حیدر لبیک یا حیدر لبیک یا حیدر
فرج و با هم زمزمه کنیم رو به روح علم سید الشهدا شب عرفه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و الیک المعول فی الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد اولي الامر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو همه با هم یا محمد مهبا یا علی یه بار دیگه یا محمد یا علی یا محمد اکفی علی فانکما کافیان و انصر علی فانکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان ادركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد. بلند بگو خدایا ما را ببخش و بیامرز.